روز چهارشنبه در شهر شرقی دونتسک اوکراین صدها نفر بر ضد تجاوز روسیه گردهمایی نمودند. یک روز پیش طرفداران روسیه در مناطق شرقی اوکراین راهپیمایی تشکیل کرده بودند. هفته روان هواداران روسیه قرارگاه حکومت منطقه دونتسک را اشغال نموده بودند. در نزد بینای وزارت مدافع روسیه در شهر مسکو مخالفین جنگ در اوکراین گردهمایی تشکیل کردند، ولی نیروهای امنیتی شماری از گردآمدگان را با اتهام شرکت در جمع آمدی بدون اجازت بازداشت نمودند. همین گونه جمع آمدهای مخالفین جنگ در اوکراین در قرقیزستان، ارمنستان و سربیا هم ظاهر شدند. روز چهارشنبه در قرقیزستان روز قلپاق سفید جشن گرفته شد. حاضرین همچنین امکان داشتند که نمایش رقص اسب یا خود قراجارگاه را تماشا کنند. در بلاروس مراسم دفن ادیب نامدار ریهار برادولین که دوم مرد در سن 79 سالگی وفات کرده بود برگزار گشت. مراسم وداع با برادولین طول 2 روز در میدان استقلال شهر مینسک جریان داشت. این ادیب بلاروسی بیش از 70 اثر آفریده است که به 40 زبان مختلف ترجمه شده‌اند. در شهر پیشور پاکستان خادمان ساحه آب و برق راهپیمایی اعتراضی برپا نمودند، زیرا آنها مخالف خصوصی گردانی این بخش خواجگی می باشند. طبق اطلاع رسیده حکومت پاکستان با اشاره به ضرر آوری ساحه های آب و راه آهن تصمیم گرفته است این ساحه ها را خصوصی گرداند.